به نام خدا با سلام. بازی فوتبال بین دو تیم اسپانیا و آرژانتین رو خدمت شما گزارش خواهیم کرد. سه بازیکن کله گنده آرژانتین رو دیدیم که هنوز نمیدونیم کجا بازی میکنن و همین ابتدای کار بازیکنان اسپانیا توپ رو بیرون میزنن. علتش رو کسی نمیدونه. بازیکنان آرژانتین همین ابتدای کار تو رو تیرک دروازه میچسبونن. اصطلاحاً بازیکنان اسپانیا توی قوطی قرار گرفتن. دقیقه 13 و ببینیم چه اتفاقی رخ میده. خدای من چقدر عجیب و غریب شده این بازی. خشونت رو مشاهده میکنیم. این ملت گاو بازی هستش که این اسپانیایی ها انجام میدن. حالا به جا گاو بیاید با یه چیز دیگه بازی بکنید. جاش فوتبال بازی بکنید. ببخشید بی احترامی صورت نگیره، چون ممکن هستش که به هر حال آرژانتینیا و چه شوتی برگردونه شماره 14 آرژانتین یا سرزمین نقره رو دیدیم. همون شکلی که دیدید انتهای خشونت رستگاری نبود و اسپانیایی خشونت رو به کار گرفتن و ضربه برگردون شماره 14 رو دیدیم. بس دیگه چقدر داره این نشون میده. اصلا معلومه کارگردان تلویزیونی اهل خدا آرژانتین بوده. صدامون رو خدا رو شکر شنید. بازیکنان اسپانیا از سمت چپ زمینشون یک نمیدونم چی، ولی خب هنوزم که هنوزه خشونت رو چاشنی کار کردن. البته این چاشنی نبود، بیشتر قضیه اصلی بود. اصلی بوده. نیمه اول بازی به پایان میرسه، یک فردیش به نفع آرژانتین و بازیکنان دارن بیرون میرن و داور داره میپاد. با نمایان ایزد مندان نیمه دوم مسابقه جذاب دو تیم آرژانتین و اسپانیا رو نگاه میکنیم و دقیقه 49 چه خطای بدی، کارت زرد. بازیکن گردن نمیگیره، میگه من خطا نکردم. احتمالاً فرزند خودش هم همین شکلی بود که گردن نگرفت. و چه وای خدای من چه ضربه هدی. اون طرف دروازه‌بان اسپانیا پنالتی رو گرفت، اما اینجا یک گل ضربه هد رو از پشت محوطه میخورد سنگین‌تر بود. نگاه بکنید، حتی استوب هم نکرد، سرضرب زد بازیکن آرژانتین. تحقیر داره میشه اسپانیا، داره بازیکنان اسپانیا رو تحقیر میکنه آرژانتین. این طرف بازیکن 5 اسپانیا همه رو دیریب کرد، یه دور اومد تو استادیوم هم دیریب کرد و شوت خودش رو به تور چسبون. ببینیم آیا اسپانیا بر میگرده به بازی یا نه. بازیکنان داشتیم فکرش رو نمی کردن که همچین اتفاقی رخ بده. من رو به یاد مارادونا فقید انداختیم، بازیکن شماره 5 اسپانیا. گفتیم مارادونا، به یاد مصرف مواد مخدر این بازیکن من افتادم، نمیدونم چرا. و ورزش دشمن سلامتی این بشر بود. البته نه، ماده مخدر دشمن بازیکن بازی حرفه‌ای این بازیکن بود. بازیکن آرژانتین عملاتی که داشتن و بازی به آرامش نسبی رسید. دوباره تکل و دوباره به هیچ جا نرسیدن. شماره 14 آرژانتین در پی سومین گل خودش بود، هتریک میخواست بکنه که فعلا 2 تریک کرد. بازی به اتمام میرسه. 2-1 اسپانیا برنده این جدال حساس میشه. خدا نگهدار.